در تاریخ معاصر ایران نام‌هایی هستند که همواره با افتخار و دلاوری همراه خواهند بود. یکی از این نام‌ها ناخدا افضلی است، فرماندهی که نیروی دریایی ایران را در یکی از حساس‌ترین دوره‌های تاریخ کشور رهبری کرد و نقش مهمی در پیروزی‌های دریایی در جنگ ایران و عراق داشت. این ویدیوی کانال تاریخ ایرانی قصد داره شما رو با بهرام افضلی آشنا کنه. لطفاً برای حمایت از ما این پست رو لایک کن و کانال ما رو سابسکرایب کن. بهرام افضلی متولد سال 1317 در قم است. وی از یک خانواده روحانی است. او از سنین جوانی به نیروی دریایی ایران پیوست و به سرعت در مسیر ترقی قرار گرفت. افضلی با بورسیه دولت ایران برای تحصیل به ایتالیا رفت. در آنجا موفق به کسب مدرک مهندسی مکانیک و کشتی سازی از آکادمی نیروی دریایی ایتالیا شد و در ادامه دکترای طراحی کشتی و زیردریایی از دانشگاه ژنوا دریافت کرد. بعد از انقلاب 1357 افضلی به خدمت خود در نیروی دریایی ادامه داد. در طول جنگ ایران و عراق او توانست نیروی دریایی ایران را در مقابل تهدیدات دشمنان به طور مؤثر رهبری کند. یکی از مهمترین عملیات‌ها که تحت فرماندهی افضلی اجرا شد، عملیات مروارید بود. در این عملیات نیروی دریایی ایران موفق به نابودی بیشتر نیروی دریایی عراق شد. این یک پیروزی بزرگ برای ایرانیان در جنگ به شمار می رفت. با وجود موفقیت‌های نظامی در داخل ایران، بحران‌های سیاسی و امنیتی بسیاری پیش آمد. ناخدا افضلی که همواره به نظام جمهوری اسلامی وفادار بود، در سال 1362 به اتهام جاسوسی و همکاری با شوروی دستگیر شد. در سال 1362 شرایط سیاسی کشور به طور چشمگیری تغییر کرد. پس از انقلاب برخی از افراد در نیروهای نظامی و سیاسی به اتهام خیانت و همکاری با کشورهای خارجی تحت تعقیب قرار گرفتند. یکی از این افراد ناخدا بهرام افضلی بود. در حالی که او به عنوان یک فرمانده برجسته نیروی دریایی خدمات زیادی به کشور کرده بود، متهم به جاسوسی و همکاری با شوروی شد. اتهامات علیه افضلی بسیار جدی بود. گفته می شود که او در زمانی که فرمانده نیروی دریایی ایران بود، اطلاعات حساسی را به اتحاد جماهیر شوروی منتقل کرده است. حتی گزارش‌هایی وجود داشت که افضلی اطلاعاتی از سیستم‌های نظامی ایران و جزئیات مربوط به موشک‌ها و تجهیزات دریایی را در اختیار شوروی قرار داده بود. در دادگاهی که در اسفند 1362 برگزار شد و به طور زنده از رادیو پخش می‌شد، افضلی با اتهامات سنگینی روبرو شد. در نهایت پس از محاکمه‌ای که به ریاست محمدی ریشهری برگزار شد، او به اعدام محکوم شد. حکمش در همان ماه در محوطه زندان اوین اجرا شد. سرنوشت ناخدا افضلی، فرماندهی که در طول جنگ ایران و عراق توانسته بود نیروی دریایی ایران را به یکی از قدرت‌های مؤثر در خلیج فارس تبدیل کند، در نهایت با یک پایان تلخ در فضایی پر از اتهام به سر رسید. اما همچنان جایگاه او در تاریخ ایران به عنوان یکی از فرماندهان بزرگ نیروی دریایی و قهرمان جنگ ایران و عراق باقی خواهد ماند. داستان زندگی او پایان غم‌انگیزی داشت، اما دستاوردهایش در تاریخ نیروی دریایی ایران جاودانه خواهد ماند. بهرام افضلی نه تنها یک فرمانده بزرگ، بلکه نماد مقاومت و وفاداری به کشور بود. او با دستاوردهایش ثابت کرد که هر فرد میتواند در تاریخ کشورش جایگاه ویژه‌ای پیدا کند، حتی در میان بحران‌ها و چالش‌های بزرگ. ممنون که تا اینجای ویدیو با ما بودی. اگه از این ویدیو خوشت اومد،
این ویدیو رو لایک کن و به همون کلی انرژی بده.